الکساندر کالاشنیکوف رهبر خدمات فدرالی اجرای جزا که امور زندانهای روسیه را در اختیار دارد خواستار استفاده نیروی کاری محبوسان در کارهای شده است که قبلا مهاجران کاری استفاده می شدند. اخیراً ولادیمیر پوتین با رهبران منطقه های آسیای میانه، ازبکستان و تاجیکستان ملاقات داشت. سخن درباره برآمدن مجرای مهاجرت کاری به انشاءات‌های می رفت که به کمبودی نیروی کار دچار شدند. ولی ما در واقع می توانیم نیروی کاری پیشنهاد کنیم. این گلاگ نمی شود. البته این با شرایط کاملا نو و شایسته برآمده می شود، چون که این آدمان در خوابگاه کار می کنند و یا خانه اجاره می گیرند و یا کارفرما برایشان شرایط زندگی با اهل اویلشان فراهم می آورد و آنها معاش شایسته خواهند گرفت، گفته است کالاشنیکوف در جلسه شورای هماهنگساز وکالتداران حقوق انسان در شهر کراسنویارسک. پوتین در واقع روز 8 می در ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان گفته بود که روسیه دچار کمبودی نیروی کاری شده است و به مهاجران کاری احتیاج دارد. به گفته کالاشنیکوف اگر در روسیه در سال 2010 بیش از 860,000 محبوس ادای حکم میکرد، تا سال 2021 شماره محبوسان در این کشور تا به حد 483,000 نفر پایین فرآمده است. از این شماره 188,000 نفر به گفته الکساندر کالاشنیکوف حق دارند که عریضه داده عوض کردن نوع جزایشان از محبس به کارهای اصلاحی را درخواست کنند. کالاشنیکوف افزود که سال 2020 معاش محبوسان در روسیه 11% افزوده است. مسئله مهاجران غیر قانونی در روسیه وقتهای آخر داغ‌تر شده ایستاده است. ماه اپریل معاون اول وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گراوی در جلسه مجمع بین پارلمانی کشورهای اسنگ از مقامات این کشورها دعوت کرد که تا 15 ایون مهاجران غیر قانونیشان را از روسیه بیرون میکشند، وگرنه روسیه مجبور می شود که دست به چاره‌های جوابی زده حتی مرزهایش را ببندد. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در حال حاضر در قلمرو این کشور بیش از 1 میلیون از شهروندان کشورهای اسنگ غیر قانونی قرار دارند، از جمله 247,000 شهروند تاجیکستان. ولی مقامات تاجیکستان این رقم را درباره شماره مهاجران تاجیک غیر قانونی در قلمرو روسیه را خیلی زیاد از رقم‌های واقعی می شمارند.